با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان بینیت عزیز و بسیار ارجمند. ما تصمیم گرفتیم که در نوارهای من بعده از کانال خرد از جمله های بهترین افراد موفق جهانی را که چی در کتابهایشان چی در گفتارهایشان ارائه کرده‌اند آن را فشرده پیشکش شما عزیزان گردانیم. و نخستین برنامه ما هم درباره سخنان بسیار ویژه و کلیدی مؤلف کتاب سرخواننده بیاندیشید و ثروتمند شوید، ناپلیون هیل است که من باوری کامل دارم که اگر تا آخر این برنامه را تماشا کنید حتما برای خود چیز خواهید گرفت. ناپلیون هیل به ما نشان می‌دهد که فراز و نشیب‌ها، بلندی و پستی‌ها، مشکلات و سختی‌های زندگی هر انسان را انرژیش را یعنی قوهش را تا اندازه کم میکند و در مسیر رسیدن به هدفها عامل‌های انگیزه بخش میتوانند دلیل‌های برای ادامه راه و گذر از مانع‌ها و مشکلات باشند. و تاثیرپذیری از داستان زندگی شخصیت‌های معروف مثل ناپلیون هیل، مشورت با این افراد و بهره‌گیری از نظریات آنها در هموار کردن هدف، سمت و ایجاد انگیزه برای غلبه بر مشکلات، معماها و پیچیدگی‌های روزگار تأثیری مهمی خواهند داشت. افرادی مهم در دنیا وجود دارند که در زمینه‌های مختلف کسب و کارهای گوناگون موفقیت به عنوان گنجینه از تجربیات ارزشمند محسوب می‌شوند. ناپلیون هیل یکی از بنیانگذاران ادبیات موفقیت شخصی است که با وجود گذشت سالهای زیاد از مرگش آثار او همچنان پرطرفدار و تأثیرگذار باقی ماندند. از معروفترین نویسندگان تاریخ جهان ناپلیون هیل محسوب می شود که در طول زندگی خود آثار مهمی در زمینه موفقیت شخصی و بهبود کسب و کار را به چاپ رسانده است. پس از چاپ‌های زیاد همچون مورد استقبال مردمان زیاد گردیده که بسیاری‌ها بر این باورند که در طول عمر خود ناپلیون هیل توانست که زندگی نامه هزارها و میلیون‌ها نفر را دگر کرده و آنها را از فقر و ناداری و غم و درد و رنج زندگی رها بخشیده باشد با کتاب‌های تألیف نموده‌اش. بزرگترین کاری که ناپلیون هیل انجام داد و دلیل معروفیت او چی بود؟ ناپلیون هیل انسانی میگویند بی‌پروا و جسور و ریسپذیر بود که از محبت زیستن به بهترین شکل ممکن بهره بود. او زندگی خود را صرف تلاش برای کسب تجربیات مختلف در زمینه موفقیت و انتقال این تجربه ها به دیگر انسان ها نمود. جمله های انگیزش‌بخش او در سالهای زیاد و حتی در سالهای جنگ و پس از آن و با گرفتاری رکود پایان‌روی اقتصاد که بر جهان حاکم شده بود باعث ایجاد تحولات مهم در زندگی بسیاری از مردم گردید. این نابغه بزرگ در ایالات ویرجینیای آمریکا و در منطقه‌ای که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی خیلی پایین رفته بود بسیار خدمت والایی را انجام داد و با سخنرانی و تألیف آثارش او توانست که یک خدمت خوب و ماندگار را برای سرزمین خود و جهانیان پیشکش کند. حالا عزیزان، چخیلی که با شما معلومات دادیم همین آن نفرانی که تا به امروز کتاب‌های موتیواسیونی چی می‌نویسند و چی می‌خوانند حتما نام ناپلیون هیل را شنیدند و حالا ما 10 جمله بسیار انگیزشی او را پیشکش شما عزیزان می‌گردانیم. خواهش میکنم با دقت گوش کنید که ناپلیون هیل چی میگوید.
ناپلیون هیل میگوید منتظر نباش، زمانی مناسب هرگز فرا نمیرسد. از همان جایی که ایستاده ای و با هر ابزاری که در هستی داری شروع کن. در طول مسیر آنچه را که نیاز داری پیدا خواهی کرد. دوم، برخی از مردم در خواب موفقیت هستند، اما برخی دیگر در بیداری برای آن تلاش میکنند. سوم، دستاوردهای بزرگ نتیجه فداکاری‌های بزرگ است و هرگز از خودخواهی حاصل نمی‌شوند. چهارم، فرصت‌ها غالباً به شکل دشواری و یا شکست‌های موقتی پنهان شده اند. پنجم، هر بدبختی، شکست و دلشکستگی حامل دانه خیر و مصلحت بزرگتر است. ششم، اگرچه موفقیت در هر سن قابل دستیابی است، اما آن را زودتر به دست آورید تا بیشتر از آن لذت برید. هفتم، شما استاد سرنوشت خود هستید. می توانید اطراف خود را تحت تأثیر قرار دهید و کنترل کنید و به این ترتیب زندگی خود را آن گونه که می خواهید بسازید. هشتم، اگر نمی توانی کارهای بزرگ انجام دهی، کارهای کوچک را به شکل بزرگ انجام بده. نهم، هدف رؤیای زماندار است. دهم، در مسیر خود با افراد مشورت کنید که قبل از شما به نتیجه های دلخواهتان رسیدند. اینک 10 جمله انگیزشی ناپلیون هیل درباره رشد مالی یعنی ثروت. یکم، به من بگویید زمان خود را صرف چی کاره و پول خود را چگونه خرج میکنید تا بگویم سال آینده در کجا و چگونه خواهد بود. دوم، فردی که بیش از دستمزدش کار میکند بیش از مقداری که کار میکند به دست خواهد آورد. سوم، برای ثروتمند شدن پیش از داشتن شغل خوب باید ذهن ثروتمند داشته باشد. چهارم، اگر ثروت را در ذهن خود تصور نکنید، هرگز آن را در حساب بانکی خود نیز نخواهید دید. پنجم، شکست برای انسان‌هایی است که اجازت می‌دهند فکر شکست به ذهن آنان نفوذ پیدا کند. ششم، فقر فرزندی جنگ و جنایت است. هفتم، ثروتمند شدن حق شماست، پس با پول دوست شوید. هشتم، ثروت سلامتی و آسایش را به همراه دارد، در حالی که ریشه تمام شرایط ها است. نهم، برای ثروتمند شدن در ذهن خود مقدار پولی را که آرزو دارید مشخص کنید. در برابر این مبلغ حاضر چه چیزی بپردازید. حرفی هیچ جایگاه در این معامله را ندارد. دهم، موفقیت و شکست هر دو نتیجه پیروی از عادتها هستند. اگر پیش از رسیدن به هدف تسلیم شده عزم و اراده کافی ندارد، افرادی بی اراده هرگز در ردیف افراد موفق قرار نمیگیرند. شفقمند بودن و انجام دادن نقطه شروعی برای به واقعیت پیوستن یک رویاست. رویا از بی تفاوتی، تنبلی و بی انگیزگی برنمی خیزد. نقطه اوج یک موفقیت بزرگ از لحظه های بحرانی آن شروع می شود. هیچ کس قابلیت رسیدن به موفقیت را ندارد مگر آن که باور داشته باشد که می تواند آن را به دست آورد. ادیسون 1000 بار شکست خورد تا در نهایت
لامپه را اختراع کرد. شکست به معنای توقف نیست، بلکه به معنای اصلاح مسیر است. تنها یک کلید موفقیت خودت هستی. هیچ چیز و هیچ کس بجز خودت نمیتواند برایت موفقیت به ارمغان آورد. برای ستاره بودن باید بدرخشید. ستاره ها نگران تاریکی نیستند، چرا که در تاریکی ها پرنورتر خواهند شد. اگر مطلبی را بارها برای خود تکرار کنید، حتی اگر واقعیت نداشته باشد، به آن باور پیدا میکنید. موفقیت های بزرگ برگرفته از موفقیت های کوچکی است که در مدت دراز به دست آمدند. زمانی که خبرنگاری از ناپلیون هیل در مورد راز موفقیت سوال کرد، او پاسخ داد: زمینه سازی موفقیت داشتن هدف است. اگر فرد بداند چی میخواهد و برای رسیدن به خواستش اصرار کند، موفق خواهد شد. ما تا این روز یک کتاب ناپلیون هیل را با نام بیاندیشید و ثروتمند شوید نشر کردیم و این روز دسترسی وسیع خوانندگان قرار دارد. و ما این گلچین سخنرانی های ناپلیون هیل را از 16 کتاب او که به زبان های مختلف ترجمه شدن انتخاب نموده و پیشکش شما عزیزان گردانیدیم. من باوری کامل دارم که اگر شما به گفته های ناپلیون هیل عمل کنید، دور نیست که موفق خواهید شد. یعنی درباره رشد شخصی، درباره مدیریت زمان، درباره عموما موفقیت. این بود عزیزان چند نکته جالب، مفید و دانستنی از یکی از بنیانگذاران فن موفقیت در جهان، ناپلیون هیل، که برای شما پیشنهاد نمودیم. موفق و سربلند بمانید.